تربیت فرزند و لایحه قانون جمهوری تاجیکستان آید به وارد نمودن تغییر و اضافه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره امن و قواری بررسی و به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال کرده شد. اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان همچنین مسائل وابسته به برنامه کارهای آماری برای سال 2019 نظامنامه جایزه به نام اسماعیل سامانی برای عالمان جوان که در ساحه علم و تکنیک کارهای نمایان انجام دادند، نقشه چاره‌بینی‌ها آید به هماهنگسازی امشوی سیاست ماکرواقتصادی و پیشگیری تاثیر خطرهای احتمالی به اقتصادات ملی را بررسی نمودند. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس حکومت مملکت محترم امامعلی رحمان بعد محاکمه مسائل روزنامه کار مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان، اعضای حکومت، راهبران وزارت و اداره ها و شهر و ناحیه های مملکت را جهت تامین اجرای سریوقتی دستور و سپارش ها وظیفه دار نمودند. دستور و سپارش های دیگر دایر به وسعت کارهای آبادانی و سازندگی، بنیاد مکتب‌های کودکانه موسیقی، باغ‌های استراحتی و فرهنگی و میدانچه‌های ورزشی در تمام شهر و ناحیه‌ها در سطح بلند گذراندن فصل زمستان، تامین بی‌میلان اهالی و انشاءات خواجگی خلق مملکت با برق و گرمی، ذخیره کافی مواد سوخت، تامین حرکت منتظم نقلیات در تمام راه‌های قلمرو مملکت و پیشگیری از حالت‌های سر زدن سوختار در انشاءات تعیینات گوناگون داده شدند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به راهبریت ساختمانچان نیروگاه برق آبی راغون و در مجموع به همه آنهایی که در بنیاد و به کار انداختن اگریگات نخستین این انشاءات بزرگ عصر سهمی وطن دوستانه خویش را گذاشته‌اند، از نام خود و حکومت تاجیکستان میnnتداری صمیمی اظهار نمودند. بعد از بررسی مسائل مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان، مراسم سپاریدن تحفه‌ها به غالبان آزمون بهترین مقامات مرکزی حاکمیت دولتی، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی، کارخانه، مؤسسه و تشکیلات دولتی آید به ساختمان میدانچه‌های ورزشی و بنیاد باغ و گلگشت‌ها در حدود شهر دوشنبه برگزار گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از تطبیق جمهوری تاجیکستان که در اساس آن از جانب 86 وزارت و اداره و شخصان علاهیده در شهر دوشنبه 92 میدانچه ورزشی و بازی کودکان بنیاد گردیده، تجدید و نوسازی 12 باغ و گلگشت در سطح بلند انجام یافت یادآور شده. از نام حکومت جمهوری تاجیکستان با وزارت و اداره ها و شخصان علاهیده که در پایتخت مملکت شهر دوشنبه چنین انشاءات بنیاد کرده در آباد و زیبا گشتن آن نقش خود را گذاشته‌اند، اظهار منتداری نمودند. همین طور در مجلس حکومت با نتیجه گیری از جنبش آزمون جمهوریوی و برای اجرای صفتناک کارهای بنیاد و نوسازی میدانچه‌های ورزشی و باغ و گلگشت‌ها 41 غالب آزمون هوسمند و با تحفه‌ها قدرشناسی کرده شدند. در آخر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تذکر دادند که در سال 2019 تا جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود شهر دوشنبه باز 8 گلگشت تجدید گردیده 58 میدانچه ورزشی نوی زمانوی بنیاد می‌گردد. 29 نوامبر سال جاری با اشتراک رئیس شهر دوشنبه محترم امامعلی پل‌های راه آهن و اتومبیلگرد در ناحیه سینای پایتخت بعد از نوسازی مورد بهره برداری قرار داده شدند. ذکر است که کارهای سازندگی از 5 ایولی سال 2018 آغاز گردیده در یک مدت کوتاه با سطح و صفت بلند انجام داده شدند. گزارش در این خصوص. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی پل‌های راه آهن و اتومبیلگرد را در ناحیه سینای پایتخت بعد از نوسازی مورد بهره برداری قرار دادند. کارهای ساختمانی انشاءات مذکور که در بودش کوچه‌های مرادالله شیرعلی‌زاده و اسدالله غلاموف با خیابان ابوعلی ابن سینا جایگیر میباشد، در اساس دستور و هدایت‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اقدام‌های سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از 5 ایول سال 2018 آغاز گردید در یک مدت کوتاه مورد استفاده بری قرار گرفت. فرمایشگر لایحه انشاءات مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه بوده، آن از جانب کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه لایحه‌کشی انشاءات نقلیاتی و جمعیت دارای مسئولیت محدود تاجیک لایحه اینوست طرحریزی گردیده است. کارهای ساختمانی و وصل و نصب انشاءات را جمعیت